خب سلام دوستان عزیز. امروز اومدیم یه چالش دیگه بزنیم از ترکیبای شانسی. یه سه تا ترکیب خوب گذاشتم اینجا که از قبل آماده بودن. بعد سه تا ترکیبم از ترکیبای شهر برقی گذاشتم. یعنی مثلا یه چیز برقی مثل اسپارکی یا جادوگر برقی یا یه همچین چیزی. سه تا ترکیب اونطوری گذاشتم که آره که یه کارت برقی توشون استفاده شده. خب حالا شانسی میریم یکی رو انتخاب کنیم. شما میتونید اسکرین بگیرید. حالا من اینجوری انتخاب میکنم. میتونید استاپ کنید ویدیو رو تو این چالش، یا اینکه مثلا چیز کنید اسکرین بگیرید، فرق نمیکنه. 3 2 1. خب ترکیبی که میخوام باش اتک بزنم اینه. بدک نیست، تو لول های پایین هم میشه ازش استفاده کرد، البته مخصوص لول های پایینه. خب یه لحظه من آماده کنم یه چیز رو اتک زدن. خب بریم ادامه. این چالش حتما شما انجام بدید، واقعا چالش عالیه. لعنتی این مزاحمه ببخشید. حالش ضعیف. اوه تفنگدار زنده همه میره داشت. لیای 916 تلفن اومده صحبت کنیم. همیشه تیراندازا رو با کارتای زمینی بزنیم، مثلا همین تفنگدار یا ساحره رو با والکری باید بزنیم. اون یه زمینی خیلی راحت میتونه مثلا چیز رو شکست بده، یه تیراندازا. تفنگدار شاید مثل فشفش انداز و تیرانداز زیادی نتونه اسکلتا یا چند تا دشمنی بزنه پشت هم، ولی خب تو زدن بالون و تک ضربه‌های قوی خیلی ماهره. بجن اسکلت هم داشت. اینترنت هم شاید ضعیفه. اینترنت البته این بار تنظیم نکرده بودم، سر همون هم ضعیفه. حالا که اجازه میده بریم 3 کنیمش. حتما 3 ستاره کنید، چون وقتی شما 3 ستاره میکنید تو مشخصاتتون مینویسه که مثلا شما 3 ستاره کردید، حریفون چند تا برد داشتید، چند تا برد 3 ستاره داشت. جدیده تموم شده دوره. خب فعلا خداحافظ دوستان.